قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 15. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. اجدادان تاجیکان در دوره ترقیات مناسبت‌های غلامداری آسیای میانه در هیئت دولت هخامنشی‌ها چنانکه از بازیافت‌های باستانشناسان و تصویرات نقش‌های برجسته هخامنشی هویداست، در نوع‌های مختلف یراق و اسلحه و طریق آویخته گشتن آن نیز قرابت و شباهت بیشتر به نظر می رسد. در هزاره یکی پیش از میلاد در آسیای میانه و دشت‌های یوراسیا سواره وزنین سلاح جوشنپوش، کلاه خود بر سر و برگستوان در اسب تمثال مردی مسلح گردیده بود. بعدتر این نوع اسلحه‌جات در ایران و آسیای پیش هم پهن می شود که موجودیت آن در این محل‌ها به وسیله سندهای آخر عصر 5 پیش از میلاد تصدیق گردیده است. نهایت خلق‌های آسیای میانه در آفرینش آثاری با شکوه صنعت هخامنشی حصه بزرگی مادی گذاشتند. طبق نوشتجات دارا برای ساختمان قصر شوش از باختر طلا، از سوخت لاجورد و عقیق، از خوارزم فیروزه برده شده است. این معلومات اینچنین اخباری مؤلفان قدیم و حفریات باستانشناسی از درجه بلند ترقیات کاری معدن در آسیای میانه و تأثیر آن به پیشرفت کاری معدن در ایران شهادت می دهند. ناگفته نماند که لاجورد آسیای میانه در هندوستان، بابل و مصر هم مورد استفاده بوده است. به این طریقه به هیئت دولت هخامنشی ها داخل شدن آسیای میانه افق جغرافی و دانش‌های علمی ایرانیان غربی، یونانیان و دیگر خلق‌ها را خیلی وسعت داد. در نوبت خود خلق‌های آسیای میانه بسیار کامیابی‌های فارس‌ها، میدی‌ها و دیگر مردمان را از خود نمودند. ولایت‌های آسیای میانه نخستین بار با خط پس از داخل شدن به هیئت دولت هخامنشی آشنایی پیدا کردند. یافت شدن نوشتجات آرامی در حدود سابق ساتراپی‌های شرقی دولت هخامنشی، تکسیل، پول درونته و قندهار بر آن شهادت می دهند که هنوز در عهد هخامنشی ها زبان و خط آرامی به مضافات‌های سرگه هند و آسیای میانه نفوذ کرده در رسمیت اداره‌های دولتی آنجا استفاده برده می شده. در عهد هخامنشی ها به تدریج قالب‌های به زبان‌های ایرانی گردانیدن اصطلاحات و منشآت آرامی به وجود آمده. بعدها از نامه‌های اداروی آرامی پس از هخامنشی ها 4 سیستم خطی ایدئوگرافی، پارتی، فارسی، سغدی و خوارزمی پیدا شدند. این سیستم های خط در آسیای میانه و ایران مدت چندین عصر تا دوره استیلای عرب ها موجودیت خود را نگاه داشتند. چنانکه تأیید گردیده بود، دفینه امودریا برای تحقیق هنر و صنعت آسیای میانه از جمله باختر میانه های هزاره یکی پیش از میلاد متریالی اساسی می دهد. سکه های دوره های آخری این دفینه
مطابق سال 200 پیش از میلاد بوده. اکثر اشیای آن بی‌شبهه به دوره‌های قدیمتر یعنی عصر 4 و حتی عصرهای 6-5 پیش از میلاد منسوبیت دارد. در بین گنج‌های دفینه امودریا یک مقدار اشیای وارداتی هم موجود است، اما قسمت مهمی این دفینه را مصنوعات محلی تشکیل می نماید. استادان اینجا با صنعت درباری ایران هخامنشی که نمونه برجسته آن قصرهای با شکوه استخر و شوش می باشد شناسایی داشتند. صحنه شکار شیر که در روی بست زرین نیام تصویر شده است، همچنین صورت شیر از تأثیر عنعنه مکتب استادان نقش‌های مشهور آشوری که یکی از موضوعهای دوست داشته آنها شیر شکار کردن پادشاه بود شهادت می‌دهد. صنعت باختر قدیم را باز دیگر یک مکتب شایسته تری بود که آن را با صنعت دنیای وسیع طایفه های بادیه نشین نزدیک می نمود. طرز خیلی گویا و فصیح، مؤثر و پرجذبه، در حرکت تیز، حالت و چرخ و پیچ های غیر عادی تصویر کردن حیوانات جهت خاصی این صنعت است. نقش این سبک تصویر را در اشیای خزانه امودریا هم میتوان مشاهده نمود. چنانچه هیکلچه های گوزن، مجسمه نقرگی بوز در وضع جهیش، صحنه سواران هنگام شکاری بوز و خرگوی موافق معلومات سرچشمه ها در عصر 4 پیش از میلاد بزرگزادگان سوخت میدانهای شکاری خود را داشتند و از این رو طبیعی است که صحنه شکار در صنعت باختر قدیم این طریقه معمول و مشهور است. بنابراین در وقت آموختن صنعت سبک تصویر حیوانات باید موقع مکتب هنری باختر و دیگر واحه‌های اقامتی را به نظر گرفت. در زمان هخامنشی ها به توسط رواج کسب و هنر و مناسبت های پولی و مالی، ترقیات با سرعت شهرهای آسیای میانه همچون مرکزهای معموری و هنرمندی شروع گردید. همین را هم باید خاطر نشان کرد که خلقهای آسیای میانه در دوره هخامنشی ها اولین بار با پول تنگه آشنا شدند. نمونه های تنگه طلا و دیگر سکه های سیستم پولی هخامنشی از خاک آسیای میانه پیدا کرده شد. در زمان هخامنشی ها رابطه های تجارتی آسیای میانه با دیگر کشورها بیش از پیش انکشاف یافت که با این تا باختر رسیدن راه کاروانروی ایران و بابل مساعدت می نمود. در حفریات محل‌های آسیای میانه نمونه‌های صنعت ایران غربی، مصر و دیگر مملکت‌ها یافت شدند. در بین آنها مصنوعات دوره هخامنشی نیز موجود است که آنها را پیشوران یونانی در ریزشگاه نیل در شهر نوکراتیس ساختند. غیر از این خلق‌های آسیای میانه در عهد هخامنشی نه فقط با مدنیت ایرانیان غربی بلکه همچنین با تمدن باستانی اللام، بابل، مصر و دیگر کشورها نیز شناسایی پیدا کردند. همین طریقه با هیئت دولت هخامنشی داخل شدن آسیای میانه برای ترقیات مدنیت و مؤسسه‌های دولتی هم خود این سرزمین و هم همسایه‌های غربی آن اهمیت خیلی کلان داشت. آن ثروت‌های عمومی مدنی که در آن زمان به وجود آمده بودند مدتی چندین عصرها دوام کردند. دولت بزرگ هخامنشی ها همچون یکی از پر اقتدارترین امپریاهای جهانی قدیم بیش از 200 سال موجودیت خود را نگاه داشت.
کامیابی های ساحه خواجگی و عنعنه های سیاسی و مدنی آن در دوره های بعدی نه در عهد الینیزم و موجودیت دولت های پارت ها و ساسانیان نیز همانا در تاریخ خلق های شرق رولی مهم می بازیدند. معلومات سرچشمه های خطی و مدرک های باستانشناسی درباره پیشرفتی مهمی ساحه قوه های استحصال کننده دوره هخامنشی، چنانچه پهن شدن آلات آهن در کشورهای گوناگون از مصر تا آسیای میانه، ترقیات زراعت، آبیاری و به طور وسیع از خود کردن زمینهای نو، رونق کسب و هنر، وسعت شهر و دهات، رواج تجارت داخلی و بین الخلقی شهادت می دهد. مدنیت و صنعت دولت هخامنشی که توسط عمل متقابل فعالانه عنعنه های مدنی قوم های مختلف به وجود آمده بود، نه فقط از سلطنت هخامنشی ها زیادتر عمر دید، بلکه به ترقیات مدنیت خلق های گوناگون شرق و غرب تأثیر عمیقی رساند. به این طریقه وحدت سیاسی دوره هخامنشی بسیار خلقهای شرق مرحله مهم انکشاف اقتصادی و مدنی تمدن تمام جهان گردید که رول قوم و طایفه های آسیای میانه در این دوره نهایت درجه بزرگ بود. برقرار شوی و تمام دوره موجودیت دولت هخامنشی ها با اوج گرفتن مبارزه های صنفی عامه خلق بر ضد استثمار کنندگان علاقمند گردیده است. دولت هخامنشی ها هم مثل تمام دیگر امپریه ها با جنگ های استیلاگرانه و فرو نشاندن شورش های قوم و طایفه های گوناگون داخل مملکت به وجود آمده وسعت پیدا کرده است. ولی در برابر این، چنان که ذکر گردید، به میان آمدن اتحادیه چندین کشورها به ترقیات تمدن شرق و تحکیم رابطه های متقابل اقتصادی و مدنی بسیار خلقها مساعدت نمود. مبارزه خلق‌های آسیای میانه به مقابل استیلاگران یونان و مقدونی. ترقی مقدونیه. در عهد سلطنت فیلقوس دو سالهای 359-336 پیش از میلاد، اقتدار مقدونیه افزوده، مرکزیتناکی و اتحاد آن استوار می گردد که در این بابت برهم دادن میل‌های جدای خواهی اعیان و اشراف مقدونی رولی مهم بازید. فیلقوس در تشکیل قشون هم دیگرگونی به عمل آورد. از جمله در قشون پیاده‌گرد واحدهای جداگانه صفهای زیچ را جاری کرد. خصوصا کار کرده برآمدن اصولهای نوی تکتیکی به هم علاقمند نمودن عملیات نوهای گوناگون قشون اهمیت کلان داشت. به فیلقوس میسر گردید که قسمت مهم یونان را به تحت تصرف خود درآورد. سال 337 در کنگرس کارینث موقع حکمرانی مقدونیه بر یونان اعتباری رسمی پیدا نمود. همان وقت جنگ مقابل فارس اعلان کرده شد. سال 336 قشون 10,000 نفره فیلقوس در آسیای خرد به محاربه ضد فارس ها شروع کرد. ولی در همین وقت فیلقوس از دست پاسبان شخصی خود کشته شد. پسر 20 ساله او اسکندر به سر حاکمیت آمد که در تاریخ با نام اسکندری مقدونی و در روایت های مردم شرق
اسکندر ذوالقرنین شهرت یافته است. پس از هلاکت فیلقوس شهرهای یونانی خواستند دوباره استقلالیت خود را صاحب شوند، اما اسکندر به زودی این فکر و خیال را از سر آنها دور انداخت. معلوم شد که وی در حاکمیت از پدرش هم بی‌رحم‌تر بوده است. دیری نگذشته اسکندر تمام دشمنان خود را به سر اطاعت آورد. انگلز قید می کند که فیلقوس و اسکندر به نیم جزیره الین وحدت سیاسی بخشیدند. اسکندر به جنگ ضد دولت هخامنشی تیاری زور میدید. وی هم مثل پدرش به تشکیل و تکمیل قشون، خصوصا اسکران سواره بسیار اهمیت میداد. قشون پیادهگرد زیجصف مشهور یونانی مقدونی هم با نیزه های تیز پیکان و سپرهای تیرناگذری خود مثل سنگ پشتی زیر پوش تیغدار قوه حمله آوری دهشت انگیزی به شمار می رفت. جهت ضعیف آن سست حرکتی بود. در محاربه های آسیا قشون های پیادهگرد سبکبار و تیز رفتار رال کلان می بازید. این قشون دارای منجنیق های مکمل، وسیله های خوبی علاقه و تأمینات بود. شکست دولت هخامنشی. اسکندر به توسط خبرهایی که از فارس می رسید از وضعیت نااستوار دولت هخامنشی به خوبی آگاه گردیده بود. پادشاه هخامنشی اردشیر دو منیمان 115 پسر داشت. پس از فوت او در سال 358 پیش از میلاد یکی از پسرانش که با نام اردشیر سه آخ مشهور است به تخت نشست. آخ که هنوز در وقت زندگی پدرش با مکر و فریب برادرانش را نابود ساخته بود، برابر نشستن به تخت سلطنت تمام خویشاوندان خود را صرف نظر از سن و جنس به قتل رسانید و با همین در تاریخ همچون خونخوارترین پادشاه هخامنشی نام برآورد. سالهای اولی حکمرانی او با جنگهای متصل آسیای خرد گذشت. سپس جنگ طولانی و خونریزانه مصر که از اطاعت دولت هخامنشی سرکشیده بود آغاز یافت. اگرچند این جنگ در سال 341 پیش از میلاد تمام شد، مصر پایان، همچنین فینیقیه و کیپر به تصرف امپریای هخامنشی درآمد. در نتیجه جنگ های پردوام خود امپریا خیلی ضعیف و خراب گردید. اردشیر سه به مقصد 1 درجه تأمین کردن ثبات دولت به ساتراپ‌های آسیای خرد نگاه داشتن قشون کرایه را منع نمود. این تدبیری مهم بود ولی در سری وقت به عمل نآمد. سال 338 اردشیر سه آخ با امر خواجه سرای باهوی که آن وقت نفوذی خیلی کلان داشت از طرف طبیب خود زهر داده کشته شد. بی سر و سامانی که پس از مرگ اردشیر سه در خاندان پادشاهی حکم فرما گردید، امید دشمنان یونانی هخامنشی ها را قوی تر نمود. پادشاه نوی هخامنشی ارسس بازیچه دست درباریان گردیده بود که با آنها باهوی سرداری می کرد. وقتی که ارسس رای خود را گذرانیدنی شد، خواجه سرای توانا فرمود که او را نیز زهر داده نابود سازند. ارسس کمتر از 2 سال حکمرانی کرد. پسران او را هم به قتل رسانیدند.
چون از خاندان اصلی هخامنشی ها کسی جان به سلامت نبرده بود، خواجه سرای پادشاه نشان یکی از خویشاوندان دوری ارسس را که به تاریخ با نام دارای سه کدومان داخل شده است به سری سلطنت آورد. دیری نگذشته باهوی خواست این دست نشانده خود را هم به هلاکت رساند، ولی پادشاه از قصد او پی برده با زور کاسه زهر را به خودش نوشانید. نزاع‌های داخلی سلطنتی و تبدلات‌های درباری حاکمیت مرکزی دولت هخامنشی را بی نهایت سست کرده کوشش‌های جدایی خواهی طبقه حکمران مضافات‌ها را بیش از پیش قوت داد. ترقی اقتصادی ولایت‌های جداگانه که به هیئت دولت هخامنشی داخل کرده شده بودند به چنین میل‌های استقلال خواهی مساعدت می‌نمود. هرچند که درباره سیاست اجتماعی دوره‌های آخری موجودیت هخامنشی ها معلومات بیواسطه موجود نیست، نفوذ مطلق اعیان و اشراف آن وقت را میتوان یقیناً تصور نمود. سیاست موازنه اجتماعی که دارای یک اعلان کرده و نزدیکترین وارثان او ادامه میدادند در وقتهای آخر دور پرتافته شد. بعضی اجتماعی این سلاله نهایت درجه محدود گردید. عامه خلق بر ضد ظلم و تعدی هخامنشی ها بی‌ایست مبارزه می بردند، متصل شور و آشوبها به عمل می آمدند. من در چنین یک وضعیت بین دولت های یونان و مقدونی و هخامنشی ها جنگ سر شد. از سر شدن عملیات جنگ دیری نگذشته در محاربه های نزد نهر گرانیک می سال 334 پیش از میلاد و شهر ایسا تیر ماه سال 333 پیش از میلاد قشون هخامنشی ها به ضربه سخت دچار گردید و اسکندری مقدونی آسیای خرد، سوریه، فلسطین، فینیقیه و مصر را ضبط کرد. بهار سال 331 لشکر یونان و مقدونی به قسمت مرکزی امپریای هخامنشی حرکت نمود. یکم اکتبر سال 331 پیش از میلاد در نزد گوگمیل نام دهه شمال شرقی بین النهرین محاربه شدید روی داده قشون هخامنشی تماما تارمار گردید. دارای سه گریخت. لشکر یونان و مقدونی در مرکز دولت هخامنشی غالبانه راهپیمایی کرده، سپس تقریباً به هیچ مقابلت بابل، شوش، استخر و اکباتن را اشغال نمود و غنیمت بی حد و حسابی به دست درآورد. جنگ با غلبه کامل اسکندر انجام یافت، ولی او به این قناعت نکرده از پی دستگیر کردن دارای سه افتاد. لشکر یونان و مقدونی پادشاه هخامنشی را که به سمت شمال و شرق فرار می کرد تعقیب نمود. در همین وقت اعیان و اشرافی با دارای سه همراهی کننده بر ضد او سوی قصد تشکیل کردند. ترسویی و بی‌جرأتی دارای سه و از استعداد جنگی محروم بودن او به غلبه دشمن خیلی مساعدت نمود. و نه آن سیمایی بود که در گرد او قوه های ضد مقدونی جمع آیند. در همین لحظه ساترپی باختر بیس که از خویشاوندان خود دارا بود چون شخص مجاهد ظهور کرده در سری سوی قصد کنندگان قرار گرفت. در نتیجه اسیان سرداران لشکر دارای سه به زندان پرتافته شده، سپس به قتل رسید. بیس خود را با نام سلطنتی اردشیر پادشاه هخامنشی ها اعلان کرد و برای مقاومت ضد قشون یونان و مقدونی به جمع کردن قوه پرداخت. محاربه ها در دمگه آسیای میانه.
در سرچشمه های خطی راجع به چاره‌جویی های بیس بعضی معلومات موجود است. اولا او کوشش کرد که جهت قانونی حاکمیت خود را تأمین نماید. ظهورات چنین کوشش های بیس را در اخبار دیادار راجع به باختر می توان پی برد. بیس وعده داد که به جنگ سرداری می کند و مردم باور کرده او را پادشاه خواستند. در این سرچشمه همچنین خاطر نشان می شود که بیس عسکر جمع کرد و اسلحه بسیار آماده نمود. بیس موفق گردید که از ساتراپی های همسایه پیش از همه آریا ولایت امروزه هرات و این چنین از مردمان بادیه نشین برای طرفداری رضایت گیرد. یک نوع اتفاقی ساتراپی ها تشکیل یافت، اما با او تأمین پشتیبانی طبقه های وسیع اهالی میسر نگردید. یکی از سبب های اساسی این به خود نام و عنوان پادشاهی هخامنشی را گرفتن بیس بود. علاوه بر این به او فرصت کفایه نمی کرد. از طرف غرب لشکری یونان و مقدونی با سرعت نزدیک می آمد. اولین دفعه لشکری یونان و مقدونی در آریا به مقاومت سخت دچار گردید. به اسکندری مقدونی بیشتر از یک ماه لازم آمد تا مقاومت آریایی ها را فرو نشاند. دسته سرشماری سواره آریایی با سرداری ستی برزن از دست اسکندر رهایی یافته به قشون بیس همراه شد. اسکندری مقدونی ولایت های جنوبی افغانستان را که در آن جایها نیز ظاهراً طرفداران بیس موجود بودند ضبط نموده به واسطه عقبه هند و کوش راه شمال را پیش گرفت. هنگامی به دشت‌های شمال افغانستان برآمدن لشکر یونان و مقدونی در اختیار بیس 7 یا 8 هزار باختری های مسلح و باز چند دسته سربازان دیگر بودند. درست است که بیس به مقصد نگاه داشتن یک قسم لشکری اسکندر ستی برزن را با 2000 عسکری سواره به آریا فرستاد و در آنجا شورش سر زد که اسکندر را مجبور ساخت برای فرو نشاندن آن قسمتی از قوه های یاری رسان خود را روانه کند. با وجود این نیروی اسکندر از نیروی بیس خیلی زیاد بود. از این رو بیس به طرف شمال و باختری این سوی امودریا یعنی به آسیای میانه عقیب نشست. در تعلیفات علمی راجع به ماهیت و عاقبت عملهای بیس فکر و اندیشه های مختلف بیان یافتند. به نظر ما این عملیات صرف نظر از کوشش و حرکت های شخصی سلطنت طلبانه خودی بیس ابیکتیوانه اهمیت پروگرسیوی داشت. به توسط مبارزه‌ای که با سرداری بیس وسعت پیدا نمود، حمله لشکری یونان و مقدونی به آسیای میانه یک چند ماه و شاید نیم سال هم باشد به تأخیر افتاد، زیرا عسکران اسکندر در نتیجه مقاومت‌های سری راه این سرزمین ضعیف و بیحال گردیده بودند. مبارزه اتفاقی ساتراپی ها بر ضد لشکری استیلاکار یونان و مقدونی مقدمه آن مبارزه حقیقتاً هم خلقی است که بعدتر در سرزمین آسیای میانه با وسعت تمام به عمل آمد. شما گفتاری 15 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.